انا بچه ها میبینیم ما دو تا همواری پارالل داده شدگی هم مثالی مونده پرتا و ژورنال هر دو همواری مابین اینها یک تا پرپندیکولار گذاشته شدگی با یک تا دیگه مایل گذاشتگی یک تا مایل درازی پرپندیکولار ما 4 متر درازی مایل ما 6 متر انا کو مسافه از نوگی مایل تا نوگی پرپندیکولاره ها من مسافه از نوگی مایل تا نوگی پرپندیکولاره اون تو اگر نگاه کنیم اگر چند در دو همواری 3 متری همواری پاییننده هم از نوگی قلم تا نوگی روچکه سیاه 3 متر و از نوگی قلم تا نوگی روچکه سیاه این هم 3 متر در همواری دوم. این تصویری مسئله حاضر تصویرش من گفتم بچه مسئله کمی چند بار پیزده بودم تصویرش من فهمیدم اگر از پیش بدیم خودی که دوکی مویل رو پرپندیکولار اگرشه بزرگی ببینید این نه این مویل پیش هم فهمدید میدید این نوگش نوگی پرپندیکولار 3 متر این نوگش هم در همونی دیگر میخوندگیش هم 3 متر بگذار پرپندیکولار ما بیو مویل ما یک به یک باشد فهمدید مسافه از پرپندیکولار تا مویل افتاد داشته برای این ما چیزی کار میکنیم همین مویل پرویکسیش مفهوم داریم همواری با این پرویکسی مویل فهمیدید بچه این پرویکسی مویل بگذار این نقطه آ بریم تماشا کنیم انا که اینجا هم در این پرپندیکولار یک آ ما به برابر پرپندیکولار برابر چونکی پرویکسی هم همه وقت پرپندیکولار فرم نده دو تا پرپندیکولار هایی که در بین همواری های پارالل میخوابه همه وقت با هم برابره فهمیدی؟ همون بر AB ما برابری A1 O A1 سه O فهمیدی؟ اینجا هم 4 متر اینجا هم 4 متر اینجا 6 متر این AB1 مگر AB1 ما پرویکسی این مویل در همواری تئرمی فکاتی همواری شب A1 B1 kvadrat minus A1 O kvadrat A1 B1 ما مویل چند؟ 6 kvadrat minus A1 O ما برابری AB بودم پرپندیکولار چند بود شرطی مسئله بود 4 بود درازیش از ایشی 16 گیریم ریشه 20 میشه ریشه 20 ما میتونیم دو ریشه 5 میرسیم تمامی انا کو باش کنیم اگر این نقطه آ یا نقطه ب رو من پیوست کنم اینم درازی 3 متر میشه 3 متر میشه انا این نقطه تو میونه جای آ ب یک انا همین چیز مسافه بین میونه جای پرپندیکولار و میونه جای مویل میشه فهمیدید چونکی اینه ببینید انا کو این آ بگذار این نقطه بورش ام گفتم او ام برابری ام به 1 میشه ام به 1 برابری 3 متر یعنی اینجا سیکونجی برابر طرف پیدا میشه فهمیدید دو تا طرفش برابر پهلو میباشد الان او به 1 درازیش چند 2 ریشه 5 فهمیدید الان او به 1 2 ریشه 5 ما میدونیم که سیکونجی برابر پهلو در میدیانه موزینه پرویکسی مویل میونه جاش رو بگذاریم اگر میونه جاش بر این میونه جایی پرپندیکولار تو میونه جایی مویل میشه در این مسافه همین مسافه پارالل هم دو خودش با خودش میبرد سیکونجی برابر پهلوان در میدیانه به اساس گذرانده شده هم بلندی و هم بیسکتریس است اگر اینجا بلندی باشد با من این سیکونجی او ام مثلا اینجا B بود نقطه اینجا B من اینجا نقطه A میگوییم میونه جایه O M B 1 همون بچه ها O M B ما سیکونجی راست کنجه میشه نیمی اساس نیمی پریسی مویل همش دو ریشه 5 باشه نیمش ریشه 5 میشه کو تمامی الان از روی این باید رو دیگه کارت تی B M ببینیم B M میگه این ریشه O B کوادرات مینوسی O M کوادرات میشه او به ما 3 کوادرات مینوسی او ام ما ریشه 5 نسبی دو ریشه 5 کو ریشه 5 کوادرات
3 کواردرمون 9 ریشه 5 کواردرمون 5 همون 5 گیریم ریشه 4 برابر چند میشه 2 متر. همین معلوم شد که این مسافت زنده است 2 متر. همین مسافت عیناً همین میبرد میونجا تا بیجا که نره و دیگر 2 متر. اما